به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنم. ابتدا نام کتاب رو برای شما میگم. این کتاب به زبان فارسی ترجمه نشده. کتاب 1 میلیارد فکر وسوسه انگیز. من چند صفحه‌ای رو برای شما ترجمه کردم که میخونم. دنبال چطور پارتنری هستید؟ ویژگی‌های ونوس، رفتارهای زنانه و ویژگی‌های مریخ، رفتارهای مردانه. این کتاب به جای اینکه از زنها و مردها بپرسه چه جور پارتنر احساسی میخوان، رفته میلیون‌ها سرچ گوگل رو بررسی کرده تا ببینه زنها و مردها تو خلوت خودشون دنبال چه پارتنری هستن. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی از این کتاب رو که به صورت مختصر ترجمه کردم برای شما بخونم. 1 میلیارد افکار شیطانی، بزرگترین آزمایش جهان، چه چیزی درباره میل انسان نشان می‌دهد. نویسنده این کتاب ایبوکرالی هستش و شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن گوشه‌هایی از این کتاب زیبا. چه چیزی واقعاً مردم را روشن می‌کند؟ زن و مرد با خود و یا یکدیگر صادق نبودند. چیزی که آنها میگویند دوست دارند اغلب با آنچه که کسی تماشا نمی‌کند کاملاً متفاوت است. اما واقعاً چه کسی می‌داند؟ 2 دانشمند مغز و اعصاب جوان جسور انقلابی در مطالعه علمی جذب جنسی آغاز کردند. قبل از اوگی اوگاس و سای گادام، تنها محققی که به طور سیستماتیک خواسته‌های جنسی را بررسی کرد، آلفرد کنزی بود که در دهه 1950 از 18,000 قفقازی طبقه متوسط نظرسنجی کرد. اما اوگاس و گادام رفتار پنهانی جنسی بیش از 100 میلیون زن و مرد را در سراسر جهان بررسی کردند. روش مبتکرانه آنها آنچه مردم در اینترنت انجام می‌دهند را بررسی کردند. تجزیه و تحلیل 1 میلیارد جستجو در وب، 1 میلیون وبسایت، 1 میلیون ویدئوی وابسته به عشق شهوانی، 1 میلیون داستان وابسته به عشق شهوانی، میلیون‌ها تبلیغ شخصی و 10,000 رمان عاشقانه دیجیتالی شده. یافته‌های پیشگامانه آنها تفکر شما در مورد روابط زنان و مردان را به شدت تغییر خواهد داد. اوگاس و سای با ترکیب داده‌های رفتاری آنلاین و علوم اعصاب پیشرفته حقایق تکان دهنده‌ای را کشف کردند. مردان زنان لاغر را به چاق‌ها ترجیح می‌دهند. زنان از خواندن درباره 2 مرد دگرجنس گرایان که مشغول رابطه جنسی هستند لذت می‌برند. مردان اغلب به دنبال فیلم‌های اروتیک با حضور زنان 50 و 60 ساله هستند. مردان همجنسگرا به غیر از مردان ترجیحی تمایلات جنسی تقریباً یکسان با مردان مستقیم دارند. برای اولین بار اوگاس و گادام تفاوت‌های عمیقی بین مغز جنسی زنان و مردان نشان می‌دهند. درست مانند نشانه‌های طعم و مزه سخت در زبان‌های شما، شیرین، ترش، شور و تلخ، نشانه‌های جنسی سختگیر دارند. اما اگرچه زن و مرد نشانه‌های چشایی یکسانی دارند، نشانه‌های جنسی آنها بسیار متفاوت است و آنها متفاوت عمل می‌کنند. یک نشانه واحد باعث تحریک در مغز مرد می‌شود، اما مغز یک زن به چندین نشانه احتیاج دارد. مغز مردان در دوران نوجوانی علایق جنسی آنها را شکل می‌دهد و به ندرت تغییر می‌کند، در حالی که علایق جنسی زنان پلاستیکی است و در طول زندگی آنها اغلب تغییر می‌کند. در مردان
تحریک جسمی و تحریک روانی متحد است، در حالی که در زنان تحریک روانی از تحریک جسمی جدا می شود. آیا شریک زندگی شما به شما می گوید که چه چیزی واقعاً او را روشن می کند؟ آیا شریک زندگی شما لذت خور را جعل می کند؟ و خواسته های شما چقدر غیر معمول است؟ 1 میلیارد افکار بد فکر شما را در مورد زندگی جنسی تغییر می دهد. خب من فکر می کنم که همینقدر واسه معرفی این کتاب کافی بود. امیدوارم که اگر به ادامه این کتاب نیاز دارین و یا دوست دارین که این کتاب رو بخونید، حتما برای خودتون تهیه کنید. من فکر می کنم که نسخه الکترونیکی این کتاب تهیه شده. البته نمیدونم چه وبسایت هایی در اختیارتون میذارن، ولی با سرچ کردن میتونین راحت به دست بیارید. امیدوارم که از معرفی این کتاب خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.